خوب معلوم باشم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خوش آمدین به درس 348 صنف آشپزخانه. آرزو دارم که خوب باشین و امروز درس خوب را بگذرانیم. بعد از یک تأخیر در یک روز، امروز خواستم که روی استقلال افغانستان یا روز استقلال افغانستان بحث کنیم که اصلا روی کلمه استقلال افغانستان موافق نیستم، بلکه ما استقلال داشته و مستعمره کونه هیچ وقت نداشتیم. اما خان هم وقتی پادشاه شد مستقل بودیم و کشور مستقل بودیم، ولی کشور آزاد نبودیم. باید روی اصطلاحات استقلال و آزادی بحث بکنیم و همیشه پرابلم ما که در مسئله امر انگلیس ها و کشورهای دیگه بوده، عمدتاً مسئله آزادی ما در قسمت ایجاد ارتباطات خارجی افغانستان با کشورهای دیگه بوده. از این لحاظ ایب الله خان، عبدالرحمن خان و در پاریس هم آدمای دیگه، تا امیر شریعی خان، دوست محمد خان و غیره، تمامشان دارای استقلال داخلی کامل بودن. استقلال از لحاظ افغانستان کاملا استقلال داخلی مطرح بود. ما در حقیقت کابینه داشتیم، اردوی داشتیم، پلیس داشتیم، استخبارات داشتن، پادشاه و غیره داشتن که امیرای مختلف بودن، ولی اینا از در قسمت ارتباطات خارجی خود با کشورهای خارجی باز باید دهلیز انگلستان هم مد نظر می‌گرفتن که در حقیقت ما آزادی سیاسی نداشتیم و اون آزادی سیاسی در ارتباطات خارجی خودش بود. از این لحاظ فکر میکنم که اگر دوستای ما سر استقلال و آزادی هم بحث‌هایی را انجام بدن که ما عمدتاً کشوری نیستیم که دارای استقلال، دارای یک صفحه مستعمره کلاسیک مانند کشورهای دیگه داشته باشیم. تنها یک آقای گورگین که در قندهار آمده بودن، ولی شده بودن در وقت میرویس بابا اوتک، که در اونجا باز معلوم شد که چی گپ شد و بعد از هم بعض اوتکیان آمد که باز درانی آمد و غیره. از این لحاظ من فکر میکنم که ما در 1919 موقعی که خیزش صورت میگیره و این خیزش به منظور به دست آوردن آزادی، به منظور آزادی سیاسی و ایجاد ارتباطاتی که مستقلانه افغانستان با کشورهای دیگه، مثلا با فرانسه، با کانادا، آمریکا، با آمریکا یا مثلا با ترکیه و اینجا که بعداً می کار صورت گرفت. و از این لحاظ ما به نظر من مسئله استقلال تا اندازه زاید است، برای اینکه استقلال بدون آزادی یک نوع ستون میانتی شمرده میشه. و از این لحاظ امان خان و تنها امان خان نمیگه، ما نهضت امانی میگیم، جوانان افغان نهضت امانی چنین حرکات را انجام داد و ما از لحاظ اقتصادی امروز سر لحاظ اقتصادیش بحث میکنیم. عمدتاً متوجه باشین که حرکات اقتصادی نهضت امانی بود که در حقیقت باعث تحریک رقابای منطقه و قدرت‌های منطقه شد و باعث از بین رفتن این نهضت شد. ما وقتی میگیم امان الله خان از بین رفت، ما میگیم نهضت از بین رفت، نهضت امانی، یعنی حرکت‌هایی که جوانان افغان انجام داد و نوع حرکت‌های مدرنیزی که در اون زمان از ترکیه و ایران و افغانستان سه تا نقطه مدرنیزی که در جنوب شوروی شکل میگرفت، یکیش به سقوط مواجه شد که چی بود، افغانستان بود، امان الله خان، و دومش هم که پدر شاهنشاه ایران که فرار کردن و خود شاهنشاه رضا شاه آمد که تا او حرکات مدرنیزه را باز ادامه بده. از این لحاظ فکر میکنم که نباید بسیار سر استقلال گپ بزنیم، بگوییم که آزادی، روز آزادی افغانستان، این اگر روز آزادی افغانستان شد بسیار گپ وجود داره. ما در استقلال عمدتاً مشکل نداریم، ما در درون افغانستان مستقل بودیم و در حرکات خود داشتیم. این خوب یا بعدش از لحاظ سیاسی گپ شلایده است، ولی چیزایی بوده، یعنی معنا دارد پلیسی بوده. هیچ کسی در این زمانی که اینا بودن کدام خارجی حاکم ما نبوده، یعنی ما در تحت تاثیر یک پادشاه یا رئیس جمهور یا حاکم خارجی در افغانستان نبودیم، بلکه ما از خود ما بودن و اونا ماش و گپا برشان تعیین میکردن، ولی میگفتن که از راه چینل از اونا شما ما رابطه تعیین کنیم، که ما رابطه هم تعیین نمیتونستیم. از این لحاظ امان الله خان گفت که ما باید چنین رابطه را تعیین کنیم و اولین بار بعد از سال 1919 امان الله خان خود
امیر نخواند بلکه پادشاه خواند. پادشاه از لحاظ لغوی به نام نگهدارنده تخت و تاج نشان داده میشه. پادشاه یعنی نگهدارنده تخت و تاج و از همین خاطر است که امان الله خان تمامی زمینا و ثروت‌ها و دارایی‌های خودشه و از خانمش که ملکه ثانیه که از موعود طرزی بود همیشه به دولت داد، گفت من پادشاه هستم، نه یک فیودال یا نه یک کسی که خان باشه. از این خاطر او خود امیر امان الله یاد کرد و امیر امان الله خان نگفت، در حالی که در تمام دیگرهایش امیر عبدالرحمن خان، امیر حبیب الله خان، امیر شیرعلی خان، امیر دوست محمد خان نام شد، در حالی که در تمامی خطهایی که و در تمامی نوشته‌هایی که در وقت امیر امان الله یا اعلیحضرت امان الله به وجود میاد، امان الله خان مطرح نمیشه بلکه اعلیحضرت امان الله مطرح میشه. متوجه شدین؟ ما عمدتاً به خاطر که قدر زیاد نریم برای اینکه تعداد دوستای زیاد سر از این مسئله بحث کردن و بحث زیادترش هم گنجایش هم نداره، من از شما خواهش میکنم که در کتاب محاسبه مالیاتی افغانستان و کتاب پول و کردیت افغانستان مراجعه بکنین. ما مسائل افغانستان در اون زمان امان الله خان با امان الله خان مورد مطالعه قرار دادیم در زمان نهضت امانی. ما از 1921 تا 1928 عمدتاً یک چند تا حرفا را میزنیم که عمدتاً اصولنامه ها و قوانین و طرز العملایی که در این زمان به وجود آمد، این باعث شد که در حقیقت دیگرها را تحریک بکنه و در حقیقت پا و پاچه را بر بزنن به خاطر به زمین زدن نهضت کشور. به خاطر که شما میفهمین که تمامی قدرت‌های منطقه اینا میفهمن که افغانستان اگر در کوچکترین زمانش، در کوچکترین زمان اگر متحد شود، در حقیقت اینا خود امپراتوری میسازن. این افغانستان در کوچکترین زمان که متحد شده و در هر زمانی که افغانستان متحد شده مردمش با یکی در جا شده امپراتوری ساختن. از این لحاظ من خدمت شما عرض میکنم که من گفته سید جمال الدین افغان است که میگن که عمدتاً اتفاق ما در نفاق ماست. ما کمتر اتفاق میکنیم، اگر اتفاق کنیم کسی باز در مقابل ما نه از لحاظ قوت‌های نظامی و نه از لحاظ قوت‌های علمی قرار میگیرند. ما شما در اینجا بسیار ما که جامعه میبینیم که بچهای ما فوق العاده لایق هستند. کسایی که در اینجا هستن کار میکنن فوق العاده کارگر خوب هستند، متخصص بسیار خوب هستند. اینجا در پوانتونا و در دانشگاه که درس میدن بسیار خوب هستند. تحقیقات و در مراکز ریسرچ کار میکنن فوق العاده خوب هستند. زمینه اگر مساعد شه برای شهروندان افغانستان، من فکر میکنم که ما سرآمد است و ایده حریف به کلی میفهمه که اگر افغانستان متحد شود، یک بار متحد شود، بس باز ما سرحد ما در کجای دیگه میره و ما اون جاهایی ده که باید از ما باشه. متوجه شدین؟ به خاطر که کمی آرام شون نباید ما آرام شویم. ما روزای دیگه گفتیم که هر آرامی ما نارامی در پاکستان است و هر آرامی ما آرامی در ایران است، که دو تا چیزی که ما شما روز گفتیم که اختلاف که پاکستان و ایران دارن. این نارامی در افغانستان باعث آرامی در پاکستان میشه و آرامی در افغانستان باعث آرامی ایران میشه. هر دویش تلاش میکنه که چنین چیزی صورت بگیره و از طریق ستون پنجم خود کار کنه. ما عمدتاً میایم سر اصل موضوع که در سالهای 1921 تا 1928 حرکت‌های بسیار کلان صورت گرفت. چرا سال 1921؟ چرا پیشتر از اونه؟ امان الله خان پیش از او یک اشتباه کلان، از لحاظ خودش یک کار خوب، ولی از لحاظ ما یک اشتباه کلان انجام داد. و او اشتباه کلان این بود که به 6 ماه سفر رفتن. این 6 ماه سفر امان الله خان زمینه ها را آماده ساخت تا در حقیقت کشورهای بیرونی که نهضت امانی را می‌خواستند به زمین بزنن، در حقیقت اونا زمینه ها را در درون افغانستان ساختن و حرکت‌های نوع انارشیسم اداری و سیاسی را در درون افغانستان تزریق کردند. متوجه شدین؟ اگر شما توجه کرده باشین، ملک الطوایفی و گپار امیر عبدالرحمن خان از بین برد و در حقیقت کشور متحد در کشور بین‌المللی سرحد ایجاد کرد. یکی از گپایش وجود داره، ولی امان الله خان تلاش میکرد که حرکت‌های دیگری را انجام بده و این حرکت‌های مدرنیزه بود. حرکت‌های مدرنیزه که از ترکیه آغاز شده بود، آمده بود به ایران و در افغانستان. این سه کشوری که باید مدرنیزه باشه و در جنوب شوروی‌ها کار کنند و در حقیقت برن به سوی اونمو
اقتصاد مارکت این کار را انجام داد. اما خان یکی از کسایی است که اقتصاد مارکت به صورت بلند کار کرده بود. یعنی آغاز حرکت اقتصاد مارکتی در افغانستان در زمان امان خان در سال چند آغاز شد؟ در سال 1924. یعنی ما در سال 1924 1925 حرکات مارکتی را آغاز کردیم. یعنی اقتصاد لیبرالیسم در افغانستان در سال 1924 1925 پایین شد. ما آدمای چی نیستیم که در حقیقت اینا چیزای نو بر ما به وجود بیارن. از این لحاظ از سال 1921 تا 1928 ما یک آثار براتون میخوانم که ببینید چی کارهایی را انجام دادیم و این کارها واقعا نیست شد که امان خان از بین بره. نه، برای اینکه در افغانستان هر کاری خوبی که انجام بدین دیگران هم کار خوبه چپه تولیدش چپه او رو نشان میدن و تبلیغ بسیار وسیع میکنن و از طریق دهلیزهای میدارن که مردم اساس است و او در حقیقت احساسات مردم برانگیخته میشه و در مقابل دولت قرار میگیره. توجه که پدر جان قندم. اولین گپش عبارت از اصول مالیات در 1921 1913 بود. ما اولین بار در سال 1300 هجری خورشیدی که 1921 میلادی شود اولین بار قانون مالیاتی مدون ایجاد کردیم. با وجودی که ما شما میفهمیم قانون مالیاتی مدون نبود، ولی ما مالیات داشتیم در وقت مادشاه و آغاز شده بود که برنامه سلسیات میکردیم. نه یادمه که باز در وقت عبدالرحمن خان آمد به سیکوت یاد کردیمشون. این کارا رو میکردن. در وقتا سیوریست بود و که از لحاظ نظامی کار انجام میدادن. ولی باز اینجا اولین بار در سال 1300 که 1921 میلادی شود قانون مدون مالیاتی از جانب نهضت امانی و دولت امانی بیرون برآمد. ما قانون مالیاتی 4 تا داریم. در 1921 که 1300 است، بعد از 1343 که داود خان است که صدراعظم بودن اونجا یک قانون به وجود آورد همونطور است. بعد باز آمدیم در سال 1382 باز 84 4 تا قانون مالیاتی را ما در قد اینجا کار انجام میدیم. ضمایم از هم به وجود آمده. مثلا ضمایم در وقت جمهوری دموکراتیک افغانستان ضمایمش در اصلاحات اراضی و دگپا به وجود آمد. تعداد ضمایم دیگه در 1352 تا 57 که خود داود خان رئیس جمهور بود او را انجام دادن. ضمایمشه. ولی قانون که است قانون 1300 است. این 1300 قانون مولا خان است. بعد 1343 که قانون گزارش خان بود و داود خان صدراعظم بود و بعد از میره در سال 1952 که ضمایم ایجاد شد. بعد 84 بعد 88 آخرین قانون مالیاتی ما 88 است. متوجه باشین در قانون مالیاتی یکی از علتهای سقوط به شمار میره به نظر من. در اینجا مولا خان خودش در آغاز کار موقعی که افتتاح میکرد این مطرح میکنه که خب قانون تاریخ نوشته میکنه که بیانیش بسیار چیز جالب است. میگه که از من که امان الله هستم و پادشاه افغانستان هستم تا آخرین شهروندی از این کشور که در صورتی که در قانون مطابق به قانون مجبور و مکلف است که مالیه بپردازد. مالیه عبارت از تادیات اجباری مردم به دولت بدون توقع کدام خدمت است. این تعریف مالیاتی رو ما شما اول خواندیم. لذا همگی هیچ کس محروم نشد مگر اینکه به اساس قانون بگه. در قانون مالیاتی امان خان هیچ کس را هیچ کاتگوری را معاف نکردند. تنها کاتگوری سینی را معاف کرده بودند و در حقیقت مسئله کاتگوری که از لحاظ عاید که پایین بودن اونو را معاف کرده بودند که بعد او در قانون مالیاتی 43 در قانون مالیاتی 82 در قانون 84 5 شکل داخل از شد. در این صورت در اساس قانون تمام روحانیون که در وقت کاملا از مالیه معاف بودن و هیچ چیز پرداخت نمیکردن و از مردم هم نگرفتن و کوچی‌ها که هیچ گونه مالیه پرداخت نمیکردن و استفاده زیادی از چراگاه افغانستان انجام میدادن در تحت مالیه قرار گرفت. یک کسی به نام ملا صاحب که در جلال آباد دنگرار بود به نام ملای لنگ مشهور است به گفته افغانستان در مسیر تاریخ از غبار صاحب که اونا تحریک کردن طلبا را چی را کوچی‌ها را که ببینین شما این چی میگیرن مالیه میگیره و شما تحت مالیه قرار میگیرین. اولین خیزشی که ملای لنگ انجام داد اساکرش اینمی کوچی‌ها بود که انجام داد در جلال آباد که در حقیقت سرکوب شد. متوجه شدین؟ یعنی مالیه اولین حرکتی که در مقابل مولا خان به منظور تضعیفش و به منظور بزانو زدن نهضت امانی بوده عبارت از مسئله مالیه بود.
و قانون مالیاتی. و مالخان با این محکم بود که ما باید بگیرم، به خاطر که وقتی دولت قوی تر باشه باید خزانه داشته باشه و این خزانهش باید قوی باشه. هر چقدر خزانه قوی تر داشته باشه خوبتر است. از همین لحاظ بعدا میبینیم که به خاطر قوی شدن خزانه دولتی این نهضت امانی چی کار را انجام میده. و در پالوش هم یک اصول مالیاتی ششکوری کابل ساختن. و این در حقیقت موقعی که در خارج بوده، در پاریس بوده و در جای دیگه بوده، دمو اصابمو یک مالیات برآمد. در اونجا مسکویچ و پاریسی ها یک مالیات مختلف داشتن. مثلا کسایی که دارای در مسکو هستن و کسایی که در پاریس هستن همین لحظه دارای امتیازات خاص نظر به چیز به جای دیگه هستن. اونها به می امتیازات خواستن که این کار را انجام بدن. پس هم میبینید که مالیه که همین مالیه را که ما شما میگیم که مالیه اصول مالیاتی که است، این اصول مالیاتی که به وجود آمد بسیار چیز جالب بود. هیچ کسی از مالیه معاف نشد و در پالوش هم امتیازات معین بر اطرافه که در کابل کسایی که زندگی میکنه چگونه باید مالیه بپردازن، آیا زیاد یا کم، همینجا یک طرز العمل بیرون کرد برای مردم. سومین حرکتش عبارت از تصویب اصول مالیات زمین‌های للمی بوده. اولین بار در طول تاریخ افغانستان در سال 1923 نهضت امانی تصویب کرد که تمام کسایی که در للمی کشت میکنن باید مالیه بپردازن. یعنی معنا داره زمین‌های رایگان مردمه که در حقیقت اینمی وقت زمین که باشه، هر زمینی که باشه، یک جریب زمین مردم، یک جریب زمین افغانستان مربوط به تمام مردم افغانستان است، از مربوط شخصی نباشه. لذا نهضت امانی میگه که کسی که بالای زمین للمی که دو کشت میکنه چون زمین مربوط مردم است، لذا باید این زمین مالیه بپردازه بر دولت تا دولت بتونه مصارف خود قادر شود تا مصارفی که خودش داره او رو تطبیق کنه. متوجه شدین؟ این للمی رو به وجود آورد. موقعی که زمین للمی به وجود میاد، تعداد قوانینی که در تمام ولایات بودن، اینا خود زمین داشتن، مثلا 1000 جریب زمین که خودش داشت، این 4000 جریب زمین دیگر للمی و کشت میکرد، از رایگان کشت میکرد خودش. اگر از 1000 جریب زمین این مالیه میپرداخت، از 4000 جریب زمین دیگه مالیه نمیپرداخت. این 4000 جریب زمین دیگه که این کشت میکرد، این نوع ملکیت خود از یوری بود، کسی دیگر سر اونجا آمدن نمیتونست. للمی کشت میکرد، ملکیت خودش نبود، ملکیت دولتی بود. متوجه شدید پدر جان؟ یا مثلا ملکیت خودش بوده باشه، للمی بوده باشه، للمی مالیه نمیگرفتن. از این لحاظ در سال 1923 میگن که تمامی زمینایی که للمی کش میشه یک اصول برش ایجاد کردن، یک اصول برای حصول. ما اصول اول اگه متوجه باش در الف آوردیم، اصول دوم در هی الوا. اصول این قواعد مقررات به منظور حصول و به دست آوردن مالیات هست در للمی که چگونه باشه. نمی اصول للمی که اصولی که به دست میاره این یک طرز العمل است. چگونه ما نمی رو حصول کنیم از مردم پول مالیات بگیریم. این را مالخان ایجاد کرد. این یکی از گپای دیگه بود که نوع شور داد. او قوانین کلان که در ولایت وجود داشتن و دارای نفوذ فوق العاده زیاد بودن. این نفوذ را اول عبدالرحمن خان از بین برده بود، ملک الطوایفی را، نه از طریق از بین بردن اجاره مالیاتی. متوجه شدن پیش از عبدالرحمن خان همین مالیه به شکل اجاره بود. مثلا نمی چهاردیر کابل اجاره مالیاتی کسی میگرفت 100,000. این در وقت لک بود، نه میگفت 1 لک بتن، 1 لک میدادش به دولت، باقی مونده بازی آدم میامد از مردم جمع میکرد، عوض 1 لک 10 لک جمع میکرد. بازی نفر داشت که پا داشت. آستا قوانین دارای قدرت‌های ظرفیت‌های نظامی به وجود آمده بود که نمیره باز عبدالرحمن خان بین برد در یک فرمان نوشته کرد که دولت افغانستان خودش قادر است توسط نفرهای خودش به می زمان توسط نفرهای خودش مالیه را جمع کنه. باز ملک الطوایفی از بین رفت. چهارمش مالیات بر مواشی است. این مالیات بر مواشی یک بار دیگه کوچه‌ها را شور داد. مالیات بر مواشی در اون وقت تمامی کسایی که گله‌داری را انجام میدادن اینا کوچه‌ها بودن که دارای هزاران رس گوسفند و ماش گاو و ترا بودن. گفتن که از اینا باید مالیه بپردازن. در هر 100 تا چقدر مالیه باید پرداخته شود. طرز العمل برشان ایجاد کرد.
در یک طرز العمل دیگه در موجه نوشته شده که اگر کسی مواشی داره و این مواشی خود از زمینای خودش تغذیه میکنه مالیه نمیپردازه. برای که یک دفعه از زمین مالیه پرداخته، یعنی مالیه مضاعف نمیپردازه. ولی اگر این مواشی از چراگاه‌هایی که مربوط مردم افغانستان است، چراگاه مربوط مردم افغانستان است دیگه، اگر استفاده میکنه از اون چراگاه‌ها مجبور است که مالیه بپردازه. این طرز العمل آمد. طرز العمل آمد کوچی‌ها که همیشه در حقیقت مجموعی از چراگاه‌ها را بر خود می‌گیرند که همیال یک چراگاه کم یکی از پروبلم‌های کلان کوچی‌ها و مردم هزاره ما همین است که این کوچی‌ها در حقیقت تمامی مواشی خود میبرند در تعداد از زمینا و گپای مردم میبرند و در اونجا حتی گندمای زار خوب میخورن. میگه که این قواله رو ما وقت عبدالرحمن خان ما قواله داد چراگاه را نه از این لحاظ گفتن که تو شده نمیتونه. اینا وقتی که میری موقعی که از زمینای عامه، از زمینایی که از مردم نباشه دولت از دیگه، از زمینای دولتی استفاده میکنی، چون خود زمینای عامه زمینای کل زمینای غیر زمینای خصوصی از مردم است و به نمایندگی مردم دولت از او استفاده میکنه، لذا باید مالیه رو به دولت بدید تا دولت بتونه کارها و مصارف خود از او اجرا کنه. متوجه شدین؟ این معنا داره که مالیات بر مواشی در 1927 ایجاد شد، نزدیک شده میره به خاطر چپه کردنش. متوجه شدین؟ 1921 مالیات ایجاد میشه. دمون 1921 مالیات بر اطراف شهر کابل ششکوری ایجاد میشه. در 1923 زمینای للمی در تحت مالیه قرار داده میشه، اصول بر وجود میاد. در 1927 مالیات بر مواشی ایجاد میشه. در 1924 1925 بسیار چیز جالبی است که در اصول فروختن زمین‌های دولتی مطرح میشه. متوجه باشین در سال 1924 1925 اولین گام خصوصی سازی آغاز شد. ما که مردم ها را میگفتیم که وقتی در 2000 بعد آمد که میگفتن بسیار چی میگن که ما پروسه خصوصی سازی را آغاز کردیم، ما برشان میگفتیم که پروسه خصوصی سازی در 1924 1925 در وقت نهضت امانی در وقت امان الله خان ایجاد شده. در اونجا فروختن زمین‌های دولتی بر مردم به منظور ایجاد یک دارایی بر از اینا، دارایی ثابت زمین و غیره، به منظور ایجاد کار و بلند بردن سطح رفاهیت از اینا بوده. اصل ذات موضوع تو بوده. زمین‌های دولتی بسیار کلان بوده. ما در وقت 7.5 میلیون نفر داشتیم. 7.5 میلیون نفر. این 7.5 میلیون نفر ما تمام نفوس ما بوده در وقت امان الله خان. زمینا فوق العاده زمینا میالم بوده. این از زمینا ازال که زیادتر بوده، به خاطر کال زیاد استفاده میکنه از او. و زمینای بسیار سبز و بسیار بوده ولی بایر و بدون از اینکه کش شود. از این لحاظ اینا گفتن که خیلی به ما زمین بر از اینا میفروشیم، نه زمین میتیم. این معنا داره که اصلاحات اراضی که در وقت امان الله خان شد از طریق فروش شد، به همین شکلی که داود خان انجام داد. داود خان و رضا شاه قسم انجام میداد، اصلاحات اراضی را از بالا و پایین انجام میداد. معنا داره که اول کالا را میخریدن، زمین از پیش خان میخریدن، پول برای دهقان میداد، برای خان میدادن. چون پول تجمع میکرد برای پیش خان از ده میامد به شهر و چون در شهر میامد دارای پیسه بود، لذا شروع میکرد ایجاد فابریکه را. در ده اینمی زمینه برای دهقان توزیع میکردن، خود دولت توزیع میکرد به صورت رایگان و او میامد تولید میکرد در ده. این تولید به شهر میامد، به شهر که او فیودال که حالا به یک سرمایه‌دار تبدیل شده بود. یعنی معنا داره که اون کسی که دارای زمین بوده حال دارای فابریکه است، از او استفاده میکردن، فوراً تولیدات بلند رفت، هم زراعت در ده بلند میرفت و هم تولیدات شهری بلند میرفت. یکی از بزرگترین خوبترین متدایی که هست اینمیست. شما در حقیقت چیزی را میتون برای کسی میتونه کشت کنه در دهات و او که صاحب او زمین است، او رو پول میتن، میتونه میگه در زورش پیش بگیری، او پول میته و پول خود میاره در شهر، فابریکه ایجاد میکنه، فیودال به سرمایه‌دار تبدیل میشه و دهقان تولید کننده تبدیل میشه. راست میه اینا لینک میکنن و بعد در حقیقت سطح رفاهیت از درون از نقطه شهری بلند میبره و از نقطه دیهاتی بلند میبره. توجه که پدر جان، برخلافه که در وقت حزب دموکراتیک شد، در وقتی که جمهوری دموکراتیک افغانستان بود، از پایین به بالا رفتن. این معنا داره که اصلاحات اراضی که
در وقت 1357 آغاز شد و او را به ابتکاری که بسیار قویه که آقای دکتر سالم محمد زیر وزیر زراعت بود و عضو بروی سیاسی و عضو کمیته مرکزی بود، در تحت رهبری اون آغاز شد. اینا از پایین به بالا میرفتن، یعنی معنا داره زمین از فیودال میگرفتن بر دهقان میدادن و دهقان باید رو کشت میگرد. ولی چون عنعنات و سنت ها قسمی بود که میگفتن که اگر زمین کس را به زور بگیری و به کس دیگه بدی حرام است، هیچ دهقان، اکثریت دهقانا نپذیرفتند. اکثریت دهقانا تفنگ گرفتن در مقابل عمود دولتی که زمین از فیودال گرفته بود بر خود داده بود. این در مقابل اون دولت جنگید و به طرفداری و عمود فیودال که خودش دهقان از او بود طرفداری آغاز شد. شما ببینید مثلا بسیار جالب است، بسیار در 1350 موقعی که اصلاحات اراضی میشه دهقان نمیپذیره 50 جریب زمین نمیگیره، ولی واسه نمیگیره تفنگ میره در مقابل عمود دولت میجنگه، میگه تو کافر هستی، زمین از خان صاحب گرفتی مرا میدی، این حرام است. معنا داره که شرایط عینی و ذهنی آماده نبود. در این تو شرایط موقعی که شما یک کار را انجام میتین باید شرایط ذهنی را آماده بسازید. تا که شرایط ذهنی آماده نشه شرایط عینی شما هیچ تطبیق نمیشه. ذهن شما آماده پذیرفتن نیست. ما در 20 سال گذشته که امی کردن در بسیاری مواقع ذهن ما آماده تطبیق نبودیم، ذهن ما آماده پذیرش بعض مسائل نبودیم که در حقیقت تزریق میشد برای ما. و چون تزریق میشد تصنعی می بود و بس در این فرصت از میان میرفت. این امیال دولت که هر دولت دیگه که وجود داشته باشه اگر شرایط ذهنی را در دو کشور نظر نگیره، هر گونه حرکتی که انجام بده این شکننده است و مردنی و رفتنی و ناپایدار بودن است. بعد مسئولیت کارمندان، ششمین اصولنامه که برآمد، اصولنامه مسئولیت کارمندان زراعتی بود. اولین بار قانون مامورین زراعت برآمد. متوجه باشین که در افغانستان معلم، مامور زراعت، وترنر اینا اصلا مورد توجه قرار نمیگیرن. معلمه که همه ما شما را تربیه میکنه، همه ما شما را. این مامور زراعت که میره زراعت انکشاف میده و در حقیقت برای ما تغذیه ایجاد میکنه. وترنر که در حقیقت تمامی مالداری ما را به وجود میاره و بزرگترین صادرات شما از زمین مالداری است. مثلا قالین شما، پشم و غیره کلش از قالین برای مالداری حرکت داده میشه و سیاست تعویض واردات شما میدونید انجام میده. اینم هیچگاه مورد توجه قرار نمیگیرن، هیچگاه. حتی فاکولته وترنری که شما ببینید روزهای اول که آمده بود که از فاکولته وترنری نمیرفت. ما را مردم یک چیز میگه، فاکولته زراعت کس نمیخونه که ما مامور زراعت میشیم در زیر آفتاب میریم. معلم کس از پوانتون تعلیم تربیه یا دارالمعلمین‌ها یا فاکولته ادبیات یا تعلیم تربیه که میرفتن به دید دیگه میبینن، همین معلمین در دید دیگه میگیرن، بچه‌ها میبینن. از این لحاظ پس یکی از پسمانی‌های ما ممی است که ما چنین چیزا را زیاد توجه نکردیم بالاشون. از این لحاظ در وقت امان الله خان یک اصولنامه مبرای، اصولنامه‌ای که مامور زراعت وقتی میره در بالای مزرعه یا باغ باید بره و چی باید بکنه و چی باید خود ازی بدست بره و چی باید بده بدش. یعنی معنا داره که در متوجه شدین ما در سال 1924 اولین بار اصولنامه کارمندان زراعتی را به وجود آوردن. پس آنها بازی مامور زراعت و اینا بسیار شد و امریکایی‌ها آمدن فاکولته زراعت ساختن، باز اینا کار انجام دادن. ما که گپا را میزنیم بسیار گپا جالب است. خود آخرش درباره انتقال اهالی قطغن است. این هفتمین گپ اصولنامه درباره انتقال اهالی به قطغن است. چون 7.5 میلیون نفر داشتیم در شمال، فوق‌العاده زمین‌ها قوی و در پالوش زمین زراعتی و آب و گپا هم بود. گفتن تعداد آدمان از کل اهالی را جمع کنین، نگفتن که از کجا به کجا برین. گفتن اهالی را، مثلا از هرات، مثلا از قندهار، مثلا از غزنی، مثلا از جای دیگه اینا حرکت کنن بیان و در حقیقت زمین برای اینا بدن، زمینای معین، تا بتونن اینا تولید خود انجام بدن. اینا تولید کنن به زمینایی که قابل کشت است و کشت نشده بود قابل کشت شوه و در حقیقت آبیاری شوه و تولید بلند بره. ذات موضوع چیزی بسیار خوب بود، ولی از این ذات موضوع باز استفاده بعدا انجام داد که باز مشکلات ما را خلق کرد. متوجه باشین اگر شما یک چیز ذاتی خوب داشته باشید، چیز خوبه به صورت خراب استفاده کنین، خرابتر میبره.
شما اگر مثلا امیال انگور شما بخورین به چیز خوب استفاده کنین، یا مثلا الکل شما به خاطر تداوی و به خاطر عملیات یا استفاده کنین، خب بسیار خوب است. اگر الکل شراب استفاده کنین باز خرابی میه. کوکنار یک چیز خوب است، کوکنار تولید میشه، هیچ گپ نداره. کوکنار حتی بسیار میتونه که در مسائل طبی یونانی استفاده شه. ولی اگر با شما میگیرین هیروئین میسازین و در قدر باز چرسی بنگی میسازین، باز او بسیار چیزی خراب است. معنا داره که نحوه استفاده از کالا مطرح است. همیشه تفنگ چیزی بسیار خوب است. تفنگ به خاطر حمایتان، به خاطر حفاظتتان، به خاطر این کاراتان. ولی تفنگ به خاطر کشتن یک نفر باشه، این تفنگ چیز بسیار بد است. کارت بسیار چیز خوب است به خاطر پوست کردن چی و قطع کردن گوشت و غیره و غیره. ولی کارت شما یک نفر بزنید، کارت یک آله جاره به خاطر قتل نفر میشه. اینی که سیاست است. سیاست بسیار چیز خوب است برای مردم. ولی اگه سیاست چپه شوه و ضد مردم کار کنن، حرکت‌های ناانسانی نشان میده. توجه کردین؟ اینی مسئله نیافتا. یعنی معنا داره که دمو اول که ما گفتیم که در 1921 1928 که ما اصولنامه رو گفتیم، یکی از پایه‌های لرزاننده نهضت امانی این میافتا بوده، با وجودی که بسیار خوب است کلش. دیدین؟ این چپه نشان میدادن. مالیه وقتی که به وجود میاد، مردم میخیزه بیاد که بالا به خدا از پیش مالیه میگیره، تحریک میکنه مردم. بعد وقتی که فروش زمینای دولتی آغاز میشه و بعدا مسئله مالیه للمی آغاز میشه و بعدا مسئله مالیه بر معاشی آغاز، کل از این گپ‌های فوق العاده است که در صورتی که اگر میشش و به زمین میشش، ما یکی از کشورهای بودیم بسیار قوی برآمدیم. شما پدر جان توجه کردین؟ این حال دومین کارش است که تا حالا کس نگفته. در وقت نهضت امانی یک حرکت بوده از یک اقتصاد طبیعی به اقتصاد پولی. ما اولین بار در افغانستان ما چنین کار انجام در منطقه چنین کار نشده. او آدم‌ها در شما 100 سال پیش از امروز 100 سال پیش از امروز شما پول ایجاد کردید. 100 سال پیش از امروز شما 100 سال پیش از امروز شما قانون مالیاتی ایجاد کردید. شما 100 سال پیش از امروز تا اندازه 100 سال پیش از امروز شما قانون زمین‌های مالیاتی رو داشتید. شما 100 سال پیش از امروز در حقیقت اصلاحات اراضی را آغاز کردید. و 100 سال پیش از امروز شما نشر پول در داخل افغانستان اجرا کردید. اگر شما تجربه 100 سال پول نشر پول و چاپ پول که در ماشینخانه افغانستان، در ماشینخانه کابل صورت گرفته، پولی امی سرمیاش کس، یعنی این ماشینخانه در نمیجه پول چاپ شده و ملاخان باشی پول بود، باشی چاپ پول خود ملاخان رقم کتابچه سرمیه چی کس لاتری اون رقم کتابچه چاپ بوده و چی میکردن میدادن. و در اطراف قصر ملاخان ما دروپگی داشتیم. دروپگی به وجود آمده بود، دو افغانیگی. این در اطراف بود که آدمای قوی در درخت جیب میکرده، باز میامد در قصر یگان چیزی که در اطراف قصر میبوده باز مورد دروپگی که مخصوص اطراف دالمان بوده او را باز میخریدن آدمای کلان دیگه. این حال ملاخان که بیرون میه در این متوجه میشه که دیگه این مسائل فلزی این چی کنه ما انتقال بتن زیاد شه. میگه باید ما یک پول کاغذی بریم. ما پول کاغذی در بین یک منطقه خود اولین هستیم. به طرف شرق شما وقت پاکستان و هندوستان آزاد نشده بود، در اون سیستم پولی نقره‌ای مطرح بود. در شمال شما سیستم پولی طلایی، روبل طلایی مطرح بود. در غرب شما همچنان سیستم نقره‌ای طلایی مطرح بود. نمی ایرانیا ما سیستم بانکداری، ما سیستم پولی فلزی کاغذی که بانکنوت که اولین بار در منطقه و یکی از مدرن ترین گپای هم وقت بود در افغانستان پیاده شد. جالبش این است که در کدام جای دیگه چاپ نشد، در درون افغانستان چاپ شد، در کابل چاپ شد، در پلی در ماشین خانم پلی سرمیال شمیال است چاپ شد. ما شما میخواهیم که وقت رفتین یک سلام برش بتین که ما اولین بار چنین کار را در همین جای انجام دادیم. حالا شما 2.5 میلیارد دلار میتین تا 100 میلیارد افغانی با شما چاپ کنه. او آدم‌ها متوجه باشین که ما چی چیز را از دست میتیم. 100 سال که از دست داده باشید توی 2005 که 500 سال میشه. 500 سال قمانی. ایندیای گپا رو نمیفهمید، پاکستانیا، ایرانیا نمیفهمیدن، نمی تاجیکا، ازبکا، ترکمنا اصلا نمیفهمیدن که چی گپ است. ما پسندارا گپای دیگه را میزنیم که اصلا کلتون مریض شوین.
ما آزادی و استقلال روز 19 را کار نداریم. روز 19 را او خامد یک روز آمد، بعد از او چی گپ شد؟ گپ سر است که بعد از 19 چی گپ شده؟ او خامد رفت میگه والا انگلیس‌ها که شما رو براسب شد. دیگه چی انگلیس‌ها چی کرده؟ ما در کابل جنگ کردیم، در قندهار جنگ کردیم، در جلال جنگ کردیم، در غزنی جنگ کردیم. هیچ انگلیس نبوده. ما رفتیم در سرقت چند جنگ انجام دادیم. گفتن خوب آزادیتون ما براسب نشد. آزادیتون در که شما پادشاه داشتن مالا خان بود. در اینجا که آمدن وقتی بانگنوت به وجود آوردن گفتن این میاری بسازیم. خیلی چند تا چی مساوی با چند افغانی شود. ما در وقت امانگی داشتیم، افغانگی داشتیم، عباسی داشتیم، سناری داشتیم، پیسه داشتیم. 5 تا امانگی، افغانگی، عباسی، سناری و پیسه. چند گفت که دیگه تبدیل کنیم. گفتن که همین به دو تاش میاریم. یکی این نامش افغانی میمانیم، این به اساس پیشنهاد محمود طرزی شده. محمود طرزی گفت که اگر ما نام زیر افغانی بانیم، وام بو افغانی، من افغانی بگم، یا افغانی بگم، یا من افغانی بگم، وحدت ملی به وجود میاد. یعنی معنا داره بازم ذاتش بازم خوب است. ذاتش خوب است. به خاطر وحدت ملی یک نام مانده بودن. به خاطر وحدت ملی گفتن ما افغانی میگیم. و در پالوش اجزای افغانی را پول نام میمانیم. خب صحیح است. چقدر 100 پول مساوی باشه یک افغانی؟ 100 پول یک افغانی صحیح شد. یک افغانی 100 پول شد. خیلی یک افغانی خیلی چند تا امانگی، چند افغانگی شوه و ادراش شوه که بازی را جور کنیم، نه که باز این خب باز پس میکنیم میره در خزانه باقی میمونه نقره و طلا. گوش کنن که یکی از گپایی که کلتون کمی تکلیف پیدا میکنه. ما یک امانگی 6 گرم وزن، یک امانگی 6 گرم طلای خالص وزن داشت. یک امانگی 6 گرم طلای خالص وزن داشت. اینمی 20 افغانی بود. یعنی معنا داره که در هر گرام شما به 3.3 افغانی شما یک گرم طلا را به 3.3 افغانی میخریدین. در وقت مالا خان 1 گرم طلای خالص 3.3 افغانی بود. 6 گرم طلا را که یک سکه امانگی بود اونمو را به 20 افغانی قیمت تعیین کردن. معیارش شد. نیم امانگی را 3 گرم طلای خالص وزن داشت 10 افغانی تعیین کردن. افغانیگی در وقت اینمی نقره‌ای بود. این متوجه باشین که چی که 10 گرم نقره خالص 10 گرم نقره خالص با 100 پول فروختن. یک افغانی شما 10 گرم نقره می خریدن. یک افغانی 10 گرم نقره 50 پول 5 گرم نقره. آمد نه؟ ای آمد. متوجه شدین؟ ای جور شد. این رقمی جور شد. اینی اکس شد. اینی صحیح شد. یک امانگی که 6 گرم وزن طلای خالص داشت از میان رفت، تبدیلش کردن به 20 افغانی. نیم افغانیگی که 3 گرم طلای خالص وزن داشت تبدیلش کردن به 10 افغانی. 100 گرم نقره به 100 پول که 1 افغانی است. نیم افغانیگی 5 گرم طلای خالص نقره خالص وزن داشت، نه؟ این 50 پول. یک سناری را 20 عباسی. این سناری برونزی بود و عباسیش هم میسی. ما در وقت نقره طلا، نقره، مس و برنز داشتیم. متوجه شدین؟ کلش پسش کردن. نامش افغانی ماندن، پول ماندن و پایین آوردنش. و ما سیستم پولی سیستم پولی کاغذی را در وقت مالا خان اولین بار ریخته شد. یک کسی از دوستای ما میگفتن که این در وقت عبدالرحمن خان شده، نمیفهم از کجا گرفتن یا از فکرشان کدام چیز برآمده. اولین بار پول افغانستان، پول افغانی، نام پول افغانی، خود پول افغانی، کاغذ پول افغانی کاغذی در ماشینخانه افغانستان، در ماشینخانه کابل در پالوی سرمیاش اینجا بخیر پول آرتل چی شد، به چاپ رسید و به نشر رسید و برای مردم داده شد.
خیلی چند افغانی بود وقت پیداشون کردیم پیدا کردیم یک افغانیگی اگه باشه 20 افغانی خب ما 20 افغانیگی داشتیم یک کاغذ 20 افغانیگی بانکنوت نیم افغانیگی را یک 10 افغانیگی داشتیم کاغذ 10 افغانیگی پول ما داشتیم 100 پول خودش بود پول هم داشتیم دیگه یعنی ما 10 افغانیگی داشتیم 20 افغانیگی داشتیم و 2 افغانیگی هم داشتیم در اطراف قصر دالمان گفتیم معامله انجام دادیم دیگه جای نه توجه کردین این دومین حرکت که انجام شد این دومین رقبای منطقه را بر حد برآشفته ساخته بود که باید سرزی حمله کنه که یون یک جای نشن دیگه برای یک رشد بسیار سریعه که افغانستان در وقت نهضت امانی انجام داد دیگه انجام نداده رشد بسیار سریعه در اون وقت در سال 1330 تا 40 ما یک رشد سریع انجام میدادیم رشد بسیار سریعه که متاسفانه ما رو نماندن دیگه کی نماند پس اون باز میفهمیم کی نمانده سومین حرکتش خط آهن و راست اولین بار اینمی کشور شما 100 سال پیش او آدما 100 سال پیش اولین بار اینمی کشور شما در صورتی که نه ایران نه پاکستان نبود پاکستان نه آسیای میانه روسیه که این آسیای میانه روسیه خدا آسیای میانه که اینا خط آهن شهری نداشتن در افغانستان خط آهن شهری ساخته شد از پل باقومی الا دارالمان ما نمیگیم که خرد بوده ما میگیم که آغاز کار خط آهن آغاز شد از پل باقومی الا دارالمان ما خط آهن پیدا کردیم حال اونمو خط آهن در قبرستان خط آهن است شما لطفا یک وقت برین همین فردا پس فردا هر وقت رفتن یاد و برین در موزیم افغانستان برین به دست چپتان اونجا ماشینای کلان خط آهن شما افتیدگی است او خط آهن است 100 سال پیش نمی خط آهن نفرم میبرد میآورد دو افغانی میگرفت میآورد 100 سال پیش شما اولین بار شما خط سرکای سنگفرش به وجود آوردین شما از لطبند که برین از راه لطبند جلال آباد برین شما سرکای چی رو میبینین سنگفرش رو میبینین این اونجاست اونماست شما متوجه باشین که ما وقتی که شروع شد این ساختمان‌ها شروع کردن امان خان چون زیاد دیده بود در اونجا 2 منزله و 3 منزله را گفتن یک کار صورت بگیره که باید ما یک کار کنیم کدام کار صورت بدیم گفتن که بیاین عوض آیین پوش ما در سر عوض آیین پوش در سر خانه چی رو میمانیم امی آهن عوض آهن سنگ سلیت میاریم متوجه باش سنگ سلیت چیز جالب است سنگ سلیت در 500 سال هم 1 گرمش پایین نمیاد این آخرین جنگ‌های خارجی آخر که بود میگه از بین برد نمونهش آخرین نمونهش نمی دیپوی کارتچار بود در دیپوی کارتچار سنگ سلیت هم میکندن این تو سر دستر میماندن این سنگ‌های سلیت سر دستر ماندنش همین آیین پوش ورس حالا که مثل که کیکرا رو میکنن نمی خاک پخته میکنن مانند خشت وری باز در سر دستر میمونن رنگ سرخ و سبز دیگه پاک است این شکل هم تو ماندن سلیت مانده میشه و این 1 گرم هم پایین آمده بود دمیز کارتچار بود 1 گرم پایین نکرده بود 1 گرم وزنش پایین نمیاد با بسیار سبک سنگ این ذخایرش کجاست از مایپر الا سروبی کل کوه سنگ سلیت است طرف چپتان کرد کل کوه سنگ سلیت است فقط شما جبل میگن دکش میتونید تو تخته میمونه فقط دکش میتونه که تخته میمونه این تخته را برش میکنن میمونن اساسا از آن خلاص هستن دیگه شما واردات آن دیگه نداره به خاطر آیین پوش شما از سنگ استفاده میکنین سمنت چیکار میکنی کل کتا سمنت میکشی سمنت برین یک جای دیگه کار کنین ولی سنگ داری سنگ چرا استفاده نمیکنی کشور افغانستان یک نامش کشور سنگی است یک نام ما نام کشور سنگ است ما تا مذهب سنگ داریم چرا سنگ استفاده نمیکنی خانه سنگ چقدر مقبول سنگ کار خانه سنگی به یگان سمت بالاش انداخت بنداز چت سمیتی پرت کل دیگه سنگ کن
چیز دیگه که بسیار را خراب کرد، مالخان خراب کرد و نهضت باید از بین میبرد، تحصیلات و صحت بود. اولین بار افغانستان مسئولین خود به ترکیه و به آلمان و به روسیه به خاطر تحصیلات عالی رای کرد. اولین بار تحصیل کردهای نظامی ما به ترکیه رفتن. اولین بار از اموج موقع که اونا دوباره پس آمدن، امون نظامی ما را، نظام عسکری ما را اونا ریختن. ترکا بسیار کار کردن در اینجا. از امون خاطر نامای قاغوش، نه مثلا نام نظام قراول، نه این نامو کلش از اون ترکیه است که اینجا آمده. تا هنوز هم بوی نظام قراول چی معنا داره و قاغوش نام داره، بچه‌ها نمیفهمن. تنها میفهمن قاغوش اون جای خوابگاه است، ولی معنای ترکیش نمیفهمن. نظام قراول معنای ترکیش نمیفهمن. متوجه شدین؟ آغاز شد. وقتی آغاز شد ما نظام مدرن نظامی را ایجاد کرده بودیم. میخواست که ایجاد کنه. تحصیلی معنا داره که با تحصیل کرده ها ایجاد میشد. معنا داره که تحصیلات عالی و صحت هم یکی از انگیزه هایی بود که حریف میخواست که ای از بین بره. حریف میخواست از بین بره، نمیماندنش. موقعی که اینا رو رایی کردن خارج، کلی گفتن یارا میرن برای بدکارگی رایی میکنن. وقتی راه ساختن، امالخان در آخرین مصاحبه خود همراه یکی از خبرنگارای انگلیسی گفت که موقعی که ما راه رو جور میکردن میفتن که جند اینجا میاره. موقعی که ما شفاخانه جور میکردن میفتن که اینا یک تابلت کفری است و میخواد که ضد دین و گپا باشه. موقعی که مکتب ساخته میشد اینا میگفتن که واسه مسجد اینو مکتب میسازه و این درخت نوی آدم بدکاره است. یادم ملک سریا را اینا عکسایش گرفتن، حال که ما شما فتوشاپ میگیم، فتوشاپ کردن اینجا رای کرده بودن، کل لوچ برهنه، کل مردم فکر کرد راستی مرد که ایزن برهنه است، حال فتوشاپ است. کلی اول فهمیده که چی احمق بودن کل این مردم. ما چی کار را انجام دادیم. و صحت در یکی از خانه های خود، در یکی از خانه های خیشای خود در کابل، در اولین شفاخانه افغانستان در وقت مالخان در ایجاد شده. یکی از دانشجویان برای که بگه نمیگه، یکی از دانشجویان برای که نیگه بزنه. پول از کلی که در مالیه و پول مطرح بود در افغانستان. و مسئله فروختن چای خصوصی، چه از دولتی به خصوصی، نمونه داره که اصلاحات اراضی و خصوصی، یعنی خصوصی و پرویدیشن که ما انجام میدادیم نه در بالا 2000 انجام دادیم، بلکه در 1924 و 25 انجام دادیم. 100 سال پیش از امروز که اینا میفهمن که ما باید ترمین خصوصی کنیم، افغانستان می کار عملا انجام داده بود. دانه ما را قید کردن و هیچ کسی در مکاتب، در پانتون ها و در دانشگاه ها و در غیر جا حق یک کلمه گپ از مالخان و حرکات مالخان زده نمیتونستی. مجرده که میزدی با زندان میرفتی. قصر مالخان یعنی قصر دارالامان یک 60 سال نمیخوام میافتید اونجا بیادی ما سگا خانه کرده. هیچ چیز رو که جور نمیکنه تا که نمی در 2000 بعد که آمدیم دکتر غنی و نگاه شروع کردن بعد جور کردن از قصر چی تاجبک این شکل بوده بود. خب چیز بسیار عمده ای بود که ما وقتی میگیم در ترانسپورت، وقتی میگیم خط آهن و ترانسپورت میگیم، ما ترانسپورت هوایی را بنیادش گذاشتیم. چگونه گذاشتیم؟ از قصر تاجبک الی قصر دارالامان یک کبل آمد و این کبل دولی بود. این دولی می آمد از قصر ملکه سریا که در تاجبک بود می آمد پیشورش در قصر دارالامان. سیز در بین از این ملکه سریا میشد، ولی ما در حقیقت یک نوع ترانسپورت ایجاد کردیم دیگه. این در بین از اون که کی از ما مربوط نیست، یک نوع چیز ایجاد شد، چیزی را که همیان بسیاری کشورهای دنیا نداره. ما میتونستیم بوده حتی پیشنهاد کرده بود، باز وقت داود خان پیشنهاد شد که در بین کوچ در بین شیر دروازه و آسمایی دمی چی باید یک عین شکل ما
همین جور شوه که از بالا کلی دیده شوه و کسی از آسمایی بره و تو بره به شیر دروازه، نه این طرف دیمزنگ، این طرف سرچاوک و سرای پامیر و غیره ببینه. کلیگه انگیزه هایی بود که او ایجاد میشد، متاسفانه او را از بین بردن. خب دیدیم، متوجه شدن که چی میگم. چیز اشتباهی که انجام داد، یک اشتباه ما شما گفتیم 6 ماه رفته بود، نه جناب مامالا خان به نظر من اشتباه بوده. اگرچه رفته بود مانند تزار رفته بود. تزار روسیه هم میتو بود. تزار روسیه چند سال به صورت مخفی در آلمان و در اتریش اینجا بودن، هر چیز کار میکرد، یاد میگرفت که چی میکنه. موقعی که اومد او پیتر کبیر شد و تمام دنیا رو که میره به اساس تجربه خودش میفهمید، حتی انگلیسی رو میفهمید، کار کرد یاد گرفته بود. نه اما خان این شاگردی کار رو انجام داد، رفت به خاطر دیدن و به خاطر از اینکه چیزی یادداشت کنه بیا تطبیق کنه و متفکر میکرد و یک اشتباه کلان، یک برداشت کلان داشت. میگم من چون غازی هستم، ما در مقابل انگلیس ها ما آزادی افغانستان رو به دست آوردیم، مردم برای زیاد دوست داره و از این خاطر هر کار کنه مردم برای دوست داره. او برای مردم رفته که یاد بگیره. پس که آمد او شروع کرد مرکز آزادی خواهی هندیان هم در افغانستان در قد احساس کرد، تاسیس کرد. اولین مرکز آزادی خواهی آزادی هندوستان در کابل ایجاد شد و مولوی سرورخان یکی از اونها در مکتب بیا درس میداد. این بدون از اینکه پشتوانه خود محکم کنه، بدون از اینکه کسی رو پشتیبانی بکنه چنین کار را انجام میداد. و در پالوی از این چیز بسیار عمده که وجود داشت در وقت مامالا خان مسئله رسانه و جراید بود. سراج الالیسان اولین بار توسط برابری ملکه ثریا نشر شد. یعنی در تمام منطقه شما بپالین، کل منطقه رو بپالین، هیچ چیز نمیبینید تا برای یک اخبار و روزنامه که خاص زنانه باشه و بر زنا باشه. سراج الالیسان در افغانستان ایجاد میشد، مدیریتش ملکه ثریا انجام میداد، خود خانم مامالا خان. این سراج چی میگن امی اخبار سراج الالیسان در آسیای میانه میرفت و سراج الامانی هم اونجا میرفت و سراج اخبار هم اونجا میرفت. حضرت عینی، صدرالدین عینی، یعنی بزرگترین شاعر و نویسنده و دانشمند تاجیک، نوشته میکنه که اینمی سه تا که در اینجا میامد نوع شبنامه رو توضیح میشد و در حقیقت آزادی خواهی در آسیا به وقت یا نبودن تاجیکستانی‌ها به ترکستان تشویق میکردن. یعنی آزادی خواهی در تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان اینا تشویق میکردن. نوع شبنامه رو به وجود میامد. مردم میدید که در افغانستان خط آهن آمده. مردم میدید که در افغانستان دانشگاه و پوانتون‌ها و مکاتبش آزادی صورت گرفته. مردم میبینید که در افغانستان روزنامه و غیره وجود داره. مردم میبینید که در افغانستان در حقیقت زمین برای مردم به اساس فروش ایجاد میشه. مردم میدید که مالیات و دگاپا، تمام مردم مالیات و دگاپا میتن و مردم میدید که در اونجا پول بسیار مقبول، پول کاغذی وجود داره و ارزانی است. نه در 3.3 افغانی شما میرفتین یک گرم طلا رو میگرفتین. در یک افغانی شما میرفتین 10 گرم نقره به دست می آوردین. میگفتن بهترین جای است، برین رقم زمین ما شما کار کنیم، خیزش کنیم و آزادی دارین شما. پادشاهی در هر جای میگرده، گاهی در ایتالیا میره، گاهی در سوریه میره و غیره و غیره میره. مامالا خان میرن به مصر. در مصر در یک مکتب نظامی شیر دعوت میکنن. در مکتب نظامی یکی از عسکرا، یکی از مسئولین میگه که لطفاً مرا پول بده. او پول لیره انگلیسی رو برش میده، عجیب میکشه. میگه نه پول بده. او میگه می پول من، میگه نه پول مصری رو کار دارم. میگه نه پول ماست. میگه که در کشوری که پولش از خودش نباشه او آزادی نداره. این مسئله آنقدر قوی بود شوروی، در حد بالا قوی بود. مگه شوروی رفتم اکثریت مردم اینو میگفتن که پادشاه افغانستان یک وقت در مصر چنین گفته. از زمین لحاظ هر کسی که در کشور میگه که آزادی رو کار داره، اول پول کار داره، دوم امنیت. اول پول کار میزنن، اول پول به وجود میارن، غیر از اون نمیکنن. اول باید پول به وجود بیاد. توجه که بعد قندم این از این لحاظ وقتی که تشویق آزادی ترکستان انجام میتن و آزادی خواهی را انجام میتن، شوروی او وقت، انگلیس او وقت
ایران او وقت کل زد از این میشن. این خود رقت معنا داره که تشنج در کشورها وجود میاره. لذا دشمنای بسیار قسم خورده که بین عقیده دشمنی دارن اینا یک جا میشن. در چند موقع به خاطر از بین بردن از شوروی وقت انگلیس و ایران یک جای میشن، دستگاه استخباراتیش به منظور از بین بردن نمی. گپ چگوارا کاملا درست میه. گپ چگوارا کاملا درست میه. بیداوی ما باشه گپ چگوارا میگه که در وقتی که مسئولین یا سیاستمدارا ادرار میکنن وظیفه رسانه ها، سینما، استخبارات و غیره که او رو منیس باران برای مردم نشان بدن. این ادرار سیاستمدارا را باران بگوید، نعمت خدا بگوید. یا فوراً دستگاه استخباراتی از حرکت کرد و یک دلیل یافتن یا دلیل بسیار قوی که احساس مردم خود برانگیخته بشه در افغانستان مذهب و دین است. از دلیل مذهب و دین در مقابل امان خان حمله کردن. زنش فتوشاپ کردن برای مردم پخش کردن که سرای ملکه است در لچ این میره پیش مردم بازی میکنه. خود زیر به دستشان شراب دادن، گفتن این همیشه شراب میخوره. در بین او بروکرات‌های بسیار پسته که مانند سردار ذکریا خان و غیره بود، همراه از اونها کار کردن که وزیر مالیش تو کپاش بود که اونها ضد شود و خیانت کنند در مقابل از او. در آخر بر امان خان اکثریت خیانت کردن، اکثریت برای اینکه وعده‌های کلان چرب چقت بهشون دادن. همون کسایی که باز ایوب خان بچه سخا آمد گردنه که کلش باز حسابش جور کرد. لذا اونها توافق دستگاه استخباراتی دنیا، روس، انگلیس و دو وقت ایران باشه باعث از بین بردن امان خان میشه. چند بار اینمی کار در افغانستان ادامه پیدا میکنن. ما وشون به ما چی نشه که ما پشتیبانی کسا میکنم، ولی این کار صورت گرفته که خوب است یا بد است او آدماش باز سیاستمدارا خودشون میفهمن. در وقت امان خان توافق نمی قدرت‌ها باعث از بین بردن امان خان. در وقت داود خان توافق نمی قدرت‌ها باعث از بین رفتن داود خان. متوجه شدین که داود کی از بین برده؟ اینمی روسا، ایرانیا، پاکستانیا، امریکایا از بین بردنش. کلش گفتن که نباید باشه. حتی عربستان سعودی اومد که می آدم نباشه. نه؟ و روسا مستقیما سر این مداخله کردن فهمیدن. و دکتر نجیب الله در 3 سال اخیری که دکتر نجیب الله رئیس جمهور میشه، به خاطر از بین بردن از اینکه در مقابل گورباچوف ایستادگی میکنن، به خاطر از بین بردن نمی دکتر نجیب الله، ایران، شوروی، آمریکا، پاکستان همگی غیر هند همگی در مقابلش قرار گرفتن و دکتر نجیب الله به دار زدن. نباید زنده بره. اینطور نیست که به او زنده میبرند سلام کلام گپ میزد دیگه، نه شاید نوشته میکرد. این برای من چیزی نیست که آیا او خوب است یا خراب است، ولی همین کار در مقابل صورت گرفت. مثل که در رهبرهای دیگه در بعضی کشورهای دیگه صورت گرفت. از این لحاظ من میگم که عمدتاً موقعی که شما از آزادی گپ میزنین، از 1919 گپ میزنین، آزادی رو مطرح کنین، نه استقلال. خواهش میکنم. برای اینکه استقلال ما داشتیم. ما هیچ وقت یک کشور مستعمره کلاسیک نبودیم. هیچگاه نبودیم. هیچگاه. ما در حقیقت یک مستعمره کلاسیک نیستیم. ما داشتیم، ولی رهبری که خائن بوده، این رهبری خائن با کشورهای دیگه تبانی میکردن، با وجودی که استقلالات داخلی داشتن و ظلم میکردن، هر کاری که میکردن، رابطه خود با دنیای دیگه از لحاظ سیاسی نمیتونست تامین بکنه. لذا ما آزادی نداشتیم. امان الله آزادی را به وجود آورد. یعنی معنا داره 1919 روز آزادی افغانستان است که ما تونستیم با تمام کشورهای دنیا رابطه تعیین کنیم، سفیرا را تعیین کنیم. اونا اینجا سفیر آمدن، سفیر انگلیس در افغانستان آمد. همون گپ استاد قاسم است، نه؟ موقعی که امان خان میشه یگان وقت استاد قاسم میاد برشون آواز میخوان. استاد قاسم همین پدرکلان وحید قاسمی، از استاد وحید قاسمی که است این پدرکلانشون، اونمو برای سفیر انگلیس آمده بود، برای زمون میخوان. گفتم که بچه یک چیز بخوان، خوب بخوان. باز خوانده بود که گر ندانی غیرت افغانی ام، گر به میدان آمدی باز میدانی ام. این در وقت گپ نوع احساس مردم بوده. شاعر شعر میگه. توجه کردین؟ باز امو استاد قاسم برای ایوب الله خان بچه سخاو که آمد گفت که امی امان خان چی میکرد اگه وقتی آمد؟ گفتن که میامدن در نمی پیشوی آب در پالی دمزنگ، در اینجا
اینمی باغ وش که هست در اینجا بند بوده، بند این باغ وش نبوده، این باغ بوده. باز اینجا مولا خان میاد میشته و مرغابی گپا میکشه، میدیده یک چند دقیقه استاد خاطر میکرده. باز گفته خب من اونجا میرم. باز دیگه چی میکرده؟ گفته استاد قاسم برش میخوانده. گفتم استاد قاسم هم برنگ بر من بخوانه. باز استاد قاسم شروع کرده گفته بخوان استاد بخوان. این شروع کرده که دست از طلب بر ندارم تا جان من برآید، یا جان رسد به جانان یا جان من برآید. میگه ایبولا خان صدا کرد که او آدم ولی چرا نه خود جگر خون میسوزی هم مرا ولا دیگه گریخ دیگه مالها رفت ولی چی من دم جان من شلستی دست از طلب بر ندارم. صحیح اگان بیتا بگن که من خوشم میاد. غرضش نگرفته. این استاد قاسم حتی ایبولا خان که مشهور با چیز سخاو است میگنش خادم دین رسول الله، امو هم غرضش نگرفته. ما وقتی که ما میگم که مولا خان، داوود خان یا مثلا اعلیحضرت ظاهر خان یا اینطورا که میگم، حتی بعض وقت ما میگم که از دوستای دیگر هم نامش میگیرم که یک احترامانه مانا داره که ما یک خصوصیت پیدا کنیم، کل ما یکی دیگه خود دشنام میدیم. با احترام یادش کنیم. بعض وقت که آمد حقیقتش رو باز پیدا میکنیم، حقیقتش میگیم که همین آدم جاسوس بوده یا جاسوس نبوده. و حقیقتش علایده است، واقعیتاش چیز دیگه. ما در واقعیت‌ها این همین ایبولا خان با چیز قوس سر چی هست، یک نوما بر ما پادشاه بوده دیگه، یک رهبر بوده. اما خان هر چی هست نه رهبر بوده، استاد ربانی یا حضرت صاحب الله مجددی و غیره. اینی بود گپای ما شما که زدیم. خب یعنی ما روز آزادی رو گرفتیم. ما در 6 حرکت خوبه که در افغانستان صورت گرفت باعث چپه شدن امان خان صورت گرفت. چرا؟ شرایط عینی و ذهنی مهیا نبود. این شرایط عینی و ذهنی هم از لحاظ اقتصاد ملی مطرح نبود در خود درون و هم در اطراف ما بسیار عریفایزی بودن. معنا داره که یکی از گپای خراب ما این بود که ما سیاست منطقوی درست به کار نبردیم. این رو باید انتقاد کنیم. خب ما سیاست درست منطقوی با دوستان ما در حقیقت مخالف بودیم. با انگلیس‌ها مخالف بودیم و همچنان با ایرانی‌ها. یعنی ما اتکا کردیم تنها بر مردمشون، اتکا کردیم که مردم در حقیقت متاسفانه که از یک دهلیزی که همیشه احساساتشون خارجی‌ها بر بانگیزن، از اون دهلیز مقابل نهضت قیام کردن و نهضت از میان برداشتن. از بین رفتن نهضت ما را 100 سال دیگه پس انداخت. 100 سال دیگه پس انداخت از رفتن نهضت. و یک چیز دیگه آخر میخوایم بگویم که ما 100 سال پیش چنین چیزایی داشتیم. 100 سال پیش 100 سال پیش چنین چیزایی داشتیم و اگر 100 سال پیش این چیزها را ما تقویه میکردیم، به خصوص نشر پول، ما یکی از بزرگترین مراکز نشر پول و بزرگترین درآمد خود به دست می‌آوردیم. قربان شما، تشکر از شما از اینکه گوش کردین. من دیشب می آمدم کار کردم، متاسفانه باز نشد، خراب شد، باز از سر شروع کردیم. خدا کنه که